سلام بچه‌ها، اگر از این لامپا تو خونه داشتین هیچ وقت پرتش ندین چون که به راحتی درست میشه. ببینید این الان مثلا اگه خودش رو خود LED سوختگی داشت دیگه چه بهتر، ولی اگه نداشت با لحیم، با نوک لحیم میزنین اینطوری روشن میشه. اونی که روشن نشده میزنین، الان من اون بود با لحیم، با یه لحیم کنه یه قیچی یا چاقو چیزی میزنین اونو در میارین و بعد هم که درش آوردین یه تیکه مثلا لحیم تیکه میکنید و یکم گردش میکنید و میزنید روی LED که سوخته و بعد هم لحیمش میکنید. هیچ کار سختی هم نیست و راحت انجام میشه. البته وقتی که شما میزنینش تو برق خیلی باید حواستون باشه که برق نگیردتون، چون که تو خازناش برقه. خب من اونجا لحیم کردم. خب حالا امتحانش کنیم که ببینیم کار میکنه یا نه. بله خیلی خوب کار میکنه. خیلی ممنون. براتون خدا.